بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نهایت عزیز سلام. رسیدیم به قسمت 27 از آموزش 50 قسمتی سولار سیستم. امروز میخوایم در مورد پروگرام کردن اینورتر یا هایبرید با شما صحبت بکنم. دوستای عزیز، کسایی که فقط ویدیوهای آموزشی ما رو کار داره در کامنت نوشته بکنه موسوی سولار سیستم، لینک تلگرام ما روان میشه که در او فقط ویدیوهای آموزشی رو میمونیم و تبلیغات گپا نیست. یک موضوع دیگر رفقای عزیزی است که بعضی دوستا و رفقای ما فقط دنبال یک بهانه میگردن. مثلا میگه اینی چرا این رقمی است، برادر ما یک ویدیویی را که جور میکنیم به خدا، به پیر، به پیغمبر 3 ساعت 4 ساعت سر از اون ما زحمت میکشیم که چوکیش جور بکنیم، اینجا نصب بکنیم، ویدیو بیتریش زور زده بیاریم، خیلی سختی میکشیم. همون 3 دقیقش خیلی بر ما سخت است. حالا ما از تشویق گپایش ما را تیر فقط جان ما را لابته گیر میده، میگه اینی رو چرا دوسط نمانده، برادر از این خاطر دوسط نماندیم که این لاینش نمیرسه، یا اینیش چرا قدر بلند است، از این خاطر ماندیم که یک دونه میزک است، یعنی یک چیزکش بالاست، دقیقه گپا نشین رفقا. خب به هر صورت میریم روی پروگرام اینورتر. ما قبل از اینکه فقط پروگرام‌های مهمی که ضروریات شما باشد بر شما درس میتم. کتابچهش اینجا هست، تقریبا یک دانه اینورتر که حالا نمونه شما گروه داردیم 50 تا آپشن پروگرام داره، ولی ما فقط چیزای ضروری رو بر شما میگیم. پروگرام اول این ویدیو رو بر شما در انتر میزنیم، وارد پروگرام میشیم. زمانی که وارد پروگرام میشیم، پروگرام 001 اینجا که وارد میشیم چند تا آپشن بر ما میته، یا آپشن SOL داره، یا SOL یعنی فقط و فقط این اینورتر ما از سولار استفاده میکنه. UTL یعنی یوتیلیتی، فقط و فقط از برق دولتی استفاده میکنه. SBU داره، S یعنی سولار، B یعنی باتری، U یعنی یوتیلیتی یعنی برق دولتی. اگر ما در این حالتی رو بانیم، میشه اول سولار انتخاب میکنه، بعد از او بیتری انتخاب میکنه، بعد از او برق شهری انتخاب میکنه. اما اگر در SUB بانیم، اول سولار انتخاب میشه، بعدش سولار زمانی که برقش رفت نبود، سرش نیامد، از برق شهری استفاده میکنه. اگر برق شهری هم نبود، از بیتری. بهترین آپشنی که شما در اینجا انتخاب بکنین باید SUB باشد، یعنی سولار، برق شهری، بعد از بیتری. این ما در اینجا پروگرام ما SOL است، یعنی فقط سولار. بعد از اون میزنیم یوتیلیتی، فقط برق دولتی را انتخاب نمیکنیم. بعد از اون SBU یعنی فقط سولار، بیتری، برق شهری، او را نه SUB میمانیم، یعنی سولار، برق دولتی، بیتری. اینی بهترین چیز است. دوباره انتر میزنیم، یعنی این پروگرام شد ثبت. این شد قسمت پروگرام اول ما که نوعیت برقی که این اینورتر ما استفاده بکنه چی باشد. سولار باشد، برق دولتی باشد، اول سولار بعدش بیتری بعدش برق دولتی باشد، یا اول سولار برق دولتی بیتری. بهترین گزینه SUB است که انتخابش بکنین. این شد پروگرام اول ما که خیلی ضروری بود. بریم رفقات پروگرام دوم ما که انشالله اونجا باز برای شما آپشنای دیگه شم میگیم، آپشنایی که ضروری باشد. بخیر سلامت باشین رفقا، روز شما خوش. نگفتن اما ببین صدای ما افتاده رفقا. ما از اول اینمیال ساعت تقریبا 19 بجه شب است، اینم چون دیگه وقت نداریم آمدیم در جان از یا کنار ضبط بکنیم. ما تلاش خود به حد که ممکن باشد انجام میتیم. شما هم رفقا ما را خیر است، اگه دو میزنین، دشنام میزنین، بزنین، ما شما را دوست داریم. بخیر سلامت باشین.